سلام. خواستم یه چیزی داستانی براتون بگم، به درتون میخوره برای کولر. اون که پژو، پرشیا، هر ماشینی کلا میبینید کولرتون گازداره، همه چی اوکیه ولی سرما نمیده. خب الان فقط اینو میخوام بهتون نشون بدم ببین چیه داستان. آقا این دمای ماشینه، نگاه، دمای داخل کابین، نه دمای دریچه ها، دمای داخل کابین مثبت 15-14 شد. خب تا بذار من این حرکت هم حقیقت رو وصل میکنم، دارم این کار رو انجام میدم. نگاه کن اینو میکشی بیرون، خب یه سیم داره اون سیم، این سیم این سمت راستتون قرار میگیره. خب اون سیمه رو وقتی بکشی، حالت این سیمو دارم بهتون میگم این، خب وقتی بکشیش، چون حالا این پشتش اهرم بندی داره، اگه بری بیرون برات باز کنم مثلا بکشم میزون کنم، دریچه بخاری بسته میشه. دریچه بخاری وقتی بسته میشه دیگه گرما تحت هیچ شرایط قاطی نمیشه. اگرم از اینجا هم دسترسی نشه، نمیتونی سیم بده بکشی، از این سیر یه موکت داره، اون موکت رو که درش بیاری، این یه نمونه این سیم اون برم میبینی، اونو فشارش که بدی یه مقدار، دقیقا خودتون اصلا سرما رو متوجه میشین که مثلا سرمای کولر یهو میره بالا، یه سری تقه میمون دریچه بسته میشه. یا علی